سلام. امروز میخوام روش نصب کردن یک زبان دوم بر روی سیستم جمله خودتون رو آموزش بدم. ابتدا وارد قسمت ادمنستریتور میشیم. وقتی که قسمت ادمنستریتور رو باز کردیم، برای نصب یک زبان دوم به بخش اکستنشن منیجر میریم. تو قسمت اکستنشن منیجر یک بخشی داریم به نام اینستال لنگویج. قسمت اینستال لنگویج رو باز میکنیم. تو قسمت اینستال لنگویج تمام لنگویج ها به صورت آنلاین هست. در واقع ما اون زبان رو دانلود میکنیم. حالا میایم اینجا دنبال زبان مورد نظرمون میگردیم. مثلا پرشین. توی قسمت سرچی که کردیم زبانمون رو پیدا میکنیم، پرشین، و اینستال میکنیم. برای دکمه اینستال اون بالا کلیک میکنیم. وقتی که زبانمون از روی اینترنت دانلود میشه، نصب میشه و اینستالیشن پرشین was successful رو به ما میده. اما هنوز لنگویج های ما نکنید انگلیسی هستش. برای اینکه به لنگویجمون رو، در واقع زبان سایتمون رو به انگلیسی به فارسی تبدیل بکنیم، از قسمت اکستنشن لنگویج منیجر رو باز میکنیم. بخش مدیریت زبان باز میشه و همونطور که میبینید زبان فارسیمون اینجا اضافه شده. برای اینکه زبان فارسیمون رو به عنوان پیشورز تعریف کنیم که تمام سایتمون فارسی بشه، روی دکمه دیفالت که این پایین هست که روبروی پرشین کلیک میکنیم. همونطور که میبینید زبان فارسی تایید شد، اما هنوز قسمت مدیریت سایتمون فارسی نیستش. کاری که باید بکنیم رو قسمت اینستالد ادمنستریتور میریم، چون قسمت ادمنستریتور هستش که بخش مدیریتتون رو فارسی میکنه. بخش فارسی رو تیک میزنیم و روی دیفالت کلیک میکنیم که همون کاری هستش که اینجا کردیم. همونطور که میبینید سایت کاملا فارسی شد و الان میتونید از سایتتون استفاده کنید. از این که آموزش ما رو دیدید، امیدوارم مورد استفادهتون باشه و موفق باشید.